من عادتا دنبال شادی هایم میگردم و همیشه شادی هایم را با همه قسمت میکنم، چون غم خودش به سراغ آدم ها می آید. اصلا در زندگی همیشه غمگین بودن از شاد بودن آسان‌تر است، ولی من از نفرهای خوشم نمی آید که آسان‌ترین راه را انتخاب میکنم. تو را به خدا شاد باش و برای اینکه شاد باشی هر کاری که از دستت می آید انجامش بده. به قول مولانا: تا در دل من شعله آن رشک پریست، دلشاد چو من در این همه عالم کیست؟ والله که به جز شاد نمیدانم چیست، غم میشنوم ولی نمیدانم چیست. این نوا را حتما به یار و رفیق و نزدیکانت بفرست. دنیا را برایشان شاد شاد و شادی را برایشان دنیا آرزو کن.